عزیزا سلام، به اولین برنامه و ویدیوی ما خوش آمدین. امروز ما میخواهیم در مورد یک روز کاری ما که چگونه سپری میشه در موردش صحبت میکنم. اولین کاری که میکنم بعد از ادای نماز ظهر، طبعا چون صبحانه رو ما وقت جوشان میکنم، چای خود دم میکنم، تخم مرغ میمانم که بپزه، بعد صبحانه رو نوشیجان میکنم. بعد از او هم قسمی که میبینین درسای انگلیسی خود یک کمی میخوانم و ساعت 3 بعد از ظهر به خاطر رفتن به کار آمادگی میگیرم. قسمی که میبینین آمادگی رفتن به کار است. نکتای خود بسته میکنم. هوا فوق‌العاده آفتابی و زیبا هست، ولی بازم به خاطر احتیاط باید گرم بپوشم، چون شهری که من زندگی میکنم، شهر ترابزون، هر لحظه امکان داره باران بباره. قسمی که میبینیم هوا امروز فوق‌العاده زیباست. کسایی که در شهر زندگی کردن حتما میفهمند در منطقه بحیره سیاه طبیعت فوق‌العاده زیبایی داره. بله، اینجا میایم سر کار و شروع به کار میکنیم. اینجا محیط کاری ما هست، جایی که ما کار میکنم یک هتل 4 ستاره است. در بخش پذیرش و ترجمانی کار میکنم عزیزان. حالی هم وقت قهوه خوردن است. طبعا در بین روز، در وسط روز، بدون از اینکه قهوه ترکی نوشیجان میکنیم دیگه نمیشه. قهوه خودم میمانم. بله، قهوه هم آماده شد. بسیار به احتیاط در فنجان یا گلاسش میمانم که قهوه باید در روش بیاید. خیلی مهم است که قهوه در روش بیاید. قهوه ما آماده شد. قهوه خود در رستوران نوشیجان میکنم. این هم رستوران جایی که من کار میکنم. نزدیک شام است، باید همه چراغای بیرون روشن بکنم. قسمی که میبینین کمی تیتو پراکنده هست، چون ترمیم کاری ادامه داره هنوز در بعضی قسمت ها و حالی هم ختم اوقات کاری هست. ساعت هم تقریبا 12:30 بجه شب است و من از امورایی که آمدم دوباره میرم خانه. قسمی که قبلتر هم گفتم، آب و هوای شهر ترابزون طوری هست که هر لحظه امکان داره باران بباره. چتری خود گرفتیم در زیر باران، قدم میذارم به طرف خانه. بله، تقریبا من هم خانه رسیدم. بعد از اینکه خانه رسیدم چای خود دم میکنم، یک کمی کتاب مطالعه میکنم و بعد از او هم وقت استراحت است. تا ویدیوی بعدی شما را به خدا میسپارم. لایک، کامنت و شیر یادتان نروه. خدا نگهدار.